با تو میروم. اماک کمال بعدن آمدنتان چی معنی داشت؟ شما میخواهید که مرا دیوانه کنید؟ دیگر به تو باور نمی کنم. فهمیدی از باوریم برآمدی. حیفی تو. حق استید میدانم. عذر میخواهم، ولی برای من باری دیگر با باوری مهر در آمدن از دروغ گفتن به شما مهمتر بود. من به خالای نیلگون خبر ندادم. نخواستم که ناراحت کنم. خب سلامت باش. در کجایم؟ در کامره نظارتی. جناب مدیر چه حال دارید؟ خوش آمدی کمال. چخیلی؟ چخیل هم می شدم. خواطر نشو. احوال بچه ها خوب است. حالا در کامره نظارتی اند. سلامت باشید. می توانم بینم؟ البته. عسکر تو جنابی کمال را گرفته به نزد بچه ها بر. اطاعت. سلامت باشه. تا بازدید جنابی کمال. شما در همین جا انتظار شوید. من حالا می آیم. خیزید می رویم. خیزید. آمدنتون شرط نبود. زحمت کشیده اید. به فکر من هم لازم نبود. دو برادری که یکدیگر را چشم دیدن ندارن چه خیلی نفس که در این بابت هم فکرند. بی عقل ها شما چیکار کردید؟ نو از جراحی برآمدید. دیوانه شده اید بی عقل ها. یکدیگر را کشتنی بودید. حالا باشد برخیزید. حجت ها را درست کرده می رویم. بعد در دیگر جا صحبت می کنیم. خیزید. من از اینجا برآمدن نمی خواهم. من هم برآمدنی نیستم. خب میلش. اگر برآمدنی نباشد من هم نمی روم. پس به نزد کدامی ما می درویم؟ جنابی کمال؟ انتخاب کن. قادر کجا شد هیچ نمیفهمم. همراه ایبا بود از کو. شما خواطر نشوید. چرا خودش نو ایبا زنگ زد؟ هنوز بیمار است. در این بیوقتی در بیرون چی کار میکند؟ در حال غمگین نشوید. هیچ چیز نمی شود. خواهر نیلگون، کارهای دو زندگی چی می شود؟ ویران ولنگار شده است. از برش گذر در کار نیست. چون که اکا چی شد؟ با کارگاه چی شده است؟ هیچ چیز نشده است. یگان جای خواطری نیست. کارگاه را به خاک یکسان کردند. لعنتی ها همه دستگاه ها را شکستند. کی؟ این را کی کرده است؟ نمیدونم. یعنی پلیس اومد. دعوای جنایی کشودن. تفتیش را آغاز کردند. دعوای جنایی کشوده باشند این مسئله حل می شود. بله اگر دعوای جنایی کشوده باشند به ما دستگاه نو میدهند. نیلگون من به تو چی گویم؟ اگر تو این خیلی سادگی رو بس نکنی ما حالا به پلیس بسیار عرض و شکایت میکنیم. دخترم جای خواطری نیست. در یک هفته کارگاه دوزندگی رو از نو برقرار میکنیم. چی نیلگون او باید آگاه نباشد؟ بابایتان حسن ایپکچی مردی دغل بود. کسی با او گپگردانی کند و ای را بد میدید. خیلی یک رو و درشت بود.
من 9 ساله بودم. روزی مرا به نزدش جیغ زد. камол дучархаромону либоси махсусатро пӯш ва ту шиновариро меомӯзонам. зуд бош. البته از این خیلی شاد شدم، چون که پدرم وقتش را با من گذراندنی بود. هر کاری پدرم نظام و ترتیب داشت. با درشتی هم باشد میخواست هر فکرش را عملی سازد. همین طریق ما به بحر کشاد برآمدیم. ана омадем. либосатро каш. охир ман шино карда наметавонам падар. ба об пар. падарҷон баргардем, ман метарсам, илтимос. худро ба об пар то писарам. чӣ ту мард нестӣ? охир ман метарсам, биёед баргардем, илтимос падар. ва ту худро ба об пар то гуфтам намефаҳмӣ? падарҷон илтиҷо мекунам, биёед бармеоем. ман шино карда наметавонам, аз бар сахт метарсам. таватир нашав, ҳеҷ чиз намешавад. илтимос. آفرین پسرم. دیدی؟ این کاری دشوار نیست. اکنون بیا. انا به اینجا نشین. اگر ترسی در این دنیا ناکام میشوی. فهمیدی؟ آن روز در همان ایام کودکی من به خود وعده دادم که هرگز مثل پدرم نمیشوم. اصلا تو چشمی چپ تو چشمی راستم هستی. تو دست راست تو باشی دستی چپم هستی. میدانم هر دویتان خود را حق میشمارید، ولی اگر این ادامه یابد هر دو حق میبرایید، لیکن هر دو ضرر میبینید. این کارا نکنید. شما برادرید، هزارها بار این کار کنید هم برادرید. در پیش زندگی طولانی شما را انتظار است. با گذشته تلخ آینده تان را نیز تلخ نکنید. التماس. در هر گوشه دشمنی دارید. در هر غار و پستی صدها شغال هست. دست به دستی هم دیگر بدهید. من شما را هیچگاه تنها نمیگذارم. حالا به من خشم دارید، مرا دیدن نمیخواهید، میدانم، ولی حقیقت همین است. زیبا، قصه خیلی زیبا. اما کاش که این قصه هایت و مشکلی هایمون رو حل کرده تواند. پدر، مشکلی ها رو در یک روز حل کرده نمیتوانیم مرد، ولی میتوانیم کوشش کنیم تا حل شوند. همینطور نی؟ باید همه از یک گریبان سر براریم. باید یک چیز را فراموش نکنید. من شما را اصلا به گردابی بحر نمیپرتایم. فهمیدید؟